یک بر یک رسید. بیاید با ایتی دسته توجه میکنیم. ایتی دسته خب کلوب مرکزی ورزش رقم 20 کامران ابراهیموف. خب رقم این مربی مو اعتراف شد. تبریک میکنیم این متخصص جوان رو و باور داریم که کلوب مرکزی ورزش ارتش با رقم 22 یعقوب جان احمدوف، 66 اسیلبک تیموروف در مرکز تدست باشد یک دفعه، اون هم در مقابل چمپیون فعلی مملکت دسته استقلال در میدان خود به شکست مواجه شد و نتیجه دیگر تدست هم بسیار خوب هستند. گذشت به نتیجه اونبام از مسافه دور یک ضربه میزند و او ضربه از پهلوی دروازه اگر خطا نکنم بازی کردم. حالا بیا توجه میکنیم با ادامه حمله شهرت المرادف. پس بسیار خوبی و امکانات برای رگارتا دست و اما ببینید 22 دسته در دو مرحله اولی چمپیونات. حالا ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش ولی از هر دوی دسته تماشا کرده ایستادیم. جولیوس کواسی پس با کنار چپ میدان ادامه حمله میزبانان. حالا پرتو به جریمه گل و امکانیت خوبی ضربه زنی و گل در دقیقه 21 رقابت. وایسیدین سفاروف بازیگر جوابی شاگردان شمسین قاسموف توانستند دروازه حریف را رخ نکنند. خب پس گل‌آور مرکزی ورزش ارتش وجود دارد. اودیلوف فرصل هست، کواسی باز محیدین. اودیلوف پاس را منتظرند، ضربه و گل. بسیار یک بازیگزاری عالی با اشتراک بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. ژان گاتن که خود حمله را آغاز کرد، حالا با زدن گل هیچ حالت افساید نبود و کواسی با محیدین. اودیلوف اینجا یک دفاعگری دسته پس اسیلبک تیموروف راست با پای ژان گاتن میرود. اکشن حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. بیاید توجه میکنیم کواسی محیدین. اودیلوف ضربه و چگونه توپ از پهلوی دروازه ابراهیم اسماعیلوف از در نزد توپ مرتبه خیلی هم بلند در جریمه گفت و امکانیت بسیار خوب برای بازیگران رگارتا دست ولی فوتبالبازان رگارتا دست. اوپونگ جانسون امکانیت ادامه دادن حمله هست و ضربه میزند از همین موقع اوپونگ جانسون و توپ و در حقیقت دسته المپی ازبکستان هم بازی کرده است. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش و حساب 3-0. بیننده عزیز محیدین اودیلوف دو پاس مربی میتواند این لحظه را با محض تغییراتش انجام دهد و پسی که با ژوزف فیون به ارسال شد او پرتاب خیلی هم بلند و با 3 گل زده بازیگران ارتش جواب میگیرند. فوتبالبازان رگارتا دست فریدون دولتوف رحیموف چگونه کار داد پرتاب شیرزاد محمدیف و دولتوف خیلی جهشی جکبر اوزاقوف و خطای جکبر اوزاقوف. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش ضربه و چگونه فوتبالبازان تیم ارتش نمیتوانند که توپ را بدن. جکبر اوزاقوف ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان توپ را داشته می ضربه شهرت المرادف و دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش بود ولی به عکس الحمله میروند فوتبالبازان رگارتا دست. ژان گاتن که چند پیشتر کارت زرد داشت حالا کارت زرد میگیرد و این کارت زرد دوم میشود برای او. پس بازی با دسته استقلال حالا او میدونست که کارت زرد دارد. بله 100% این لحظه کارت زرد است. ارتش میتواند در بازی اول میتواند غلبه کند. امکانیت خوب است برای رگارتا دست. ضربه فریدون دولتوف و شیرزاد محمدیف و اینجا دروازه‌بان با یک مهارت خیلی هم بلند میدان. اکشن حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش عبدالله شریفوف پس او ضربه اجرا می شود اما بالاتر از دروازه دسته رگارتا دست. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش و صدای اشتراکی دوبار از پایین رقابت درک داد. کلوب مرکزی ورزش ارتش غلبه ششم خود را در موسم امسال به دست می آورد. آنها با حساب 3-1 در مقابل رگارتا دست در دربی وادی حصار غلبه به دست آوردند.